بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. شاید بشنوید که برخی میگن که اگر فلان کشور چنین و چنان بکنه چه بلایی سر اسلام خواهد اومد، اگر فلان جماعت چنین و چنان سیاستی رو در پی بگیره آبروی اسلام میره، اسلام نمیدونم چنین و چنان میشه. ببینید این افرادی که همچین حرفی میزنن، چه از باب دوستی و محبت و دلسوزی باشه، چه از باب دشمنی و حقد و کینه‌ای که دارن، الان مثلا میبینید که لیبرال ها، سکولار ها، اونهایی که اصلا با اسلام هیچ نه جرأت این رو دارن که صراحت بگن که ما کافریم و نه جرأت این رو دارن که در جامعه بگن که ما مسلمون نیستیم و نه هم به اصطلاح این قدرت رو دارن که مسلمون واقعی بشن. اینها داد و فریاد و جیغ میزنند که آقا ببینید به داد اسلام برسید که اسلام و فلانیا خراب کردند، اسلام و فلان کشور و فلان در فلان کشور چه میشه و فلان. ببینید عزیزان، اینها هنوز درک نکردند که این دین خاتم هست. اگر کسی، حالا هر کی میخواد باشه، کار خیر میکنه به خودش میکنه، برای خودش میکنه، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. هر کسی هم بدی میکنه خودش رو بدنام میکنه. اما اینی که شما بگید که آقا اسلام بدنام میشه، نه این حرفا رو چرند بذارید دور. این ارزش این حرفا دیگه رفته، اینا کهنه شده. یادم هست در بین سالهای 2000 تا 2008 پاکستان یک مرحله بسیار وحشتناکی از دیکتاتوریت رو طی کرد. یک ژنرال بسیار بسیار ظالم و ستمگری به نام ژنرال مشرفی فرعون بر پاکستان حکمرانی میکرد. در اون سالها ما در پاکستان بودیم و اونجا یک وضعیت بسیار ناگواری رو دیدیم، زندان، کشت و کشتار و گیر و ببند و فلان. اون وقتا من پیش یکی از شخصیت‌های بسیار مهم پاکستانی در فضای تربیتی به نام شیخ بشیر سیالکوتی با ایشون کار میکردیم و برنامه‌ای داشتیم برای گذاشتن به اصطلاح کتاب‌های درسی برای آموزش زبان عربی، رشد و تغییر آفرینی در به اصطلاح برنامه‌های درسی مدارس سنتی. در هر حال ایشون رو گرفتن، این مولانا بشیر رو گرفتند و زندان بود و دیگه از این ور برو، هر چی از دست ما بر اومد انجام دادیم و وکیل بگیر و فلان و فلان، تا در نهایت ایشون از زندان اومد بیرون. خب تقریبا بعد ظهر ایشون رو از زندان تحویل گرفتیم و روز بعدش وقتی من رفتم دفتر کار دیدم که ایشون قبل از من اومده و همینجور بی خیال نشسته سر همون کتابایی که ما قبلا کار میکردیم قبل از این که ایشون رو چند ماه پیش که ایشون رو به زندان کردن و همون کارش رو ادامه، انگار نه انگار که مثلا یک 8-9 ماهی ایشون به اصطلاح زندان بودند و بیان ببینن چه خبره، از همون کارشون رو ادامه میدادن. همینجور سرد آروم نشسته، انگار نه انگار که چیزی برگی از درختی افتاده. خب برای ما که جوان بودیم این قضیه خیلی سخت بود و حجم اون ظلم و ستمی که بر مسلمان ها و در فضای اسلامی به وجود می اومد، تغییر نمیدونم مناهج و برنامه‌های درسی و مدارس دینی و نمیدونم برهم زدن اسلام و حذف برخی از آیات قرآن از مدارس و از کتاب‌های درسی و نمیدونم اذان رو توی مساجد بگید و با صدای اذان بیرون نیاد، یک عالمه از این حرفای نمرودیانه و فرعونیانه به اصطلاح در اونجا اعمال میشد. من هم این سردی شیخ برام خیلی سخت بود. بهش گفتم با همون شور و حماس جوانی که شیخ چه فکر میکنید، یعنی وضع اسلام در این کشور به کجا خواهد رسید؟ یه خنده زد، گفت که مگه چی شده؟ انگار نه انگار که چیزی شده. گفتم شیخ من انگار که مثلا از خونه خالت اومدی، دعوتی بودی، عروسی رفته بودی، بابا تو زندان بودی، شکنجه و اینا. خندید و گفت پسرم ما هم یه روزی مثل شما فکر میکردیم. میگه در زمان ایوب خان ایوب خان یک نمرود و ظالم دیگه ای بود که بر پاکستان حکومت کرده بود، مثل همین مشرف و یه چند برابر از این بدجنس‌تر. گفت در زمان ایوب خان ما فکر نمی کردیم دیگه اینجا اسمی از اسلام بیاد. در پاکستان گفتیم دیگه اسلام از بیخ ریشه‌کن شد. ایوب خان مرد، رفت و اسلام برگشت. اینها مثل یک مگسایی هستن، ویز ویز میکنن، سر صدا میکنن، خرمگس سر صدا میکنه، گوشا رو اذیت میکنه، مردم رو اذیت میکنه، جو آلوده میکنه، میره. وقتی که میره
کلا دنیا برمیگرده به حالت اول. عزیزان این که مثلا فلانی اشتباه میکنه، فلان جماعت، فلان گروه، فلان کشور، فلان در مساجد میرقصونن، تو تاجیکستان نمیدونن، تو کشور فلان قرآن رو بند میکنن، فلان میکنن، الا میکنن، اینا یه مشت انسانهای پوچ بی اساس احمق که نمیدونن یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. خداوند متعال این رو تصویر عجیبی داده برای اینا که اینها میخوان که با تف دهنشون تف بذارن مثلا خورشید تابان رو ویران کنن. چی میشه؟ این توفه بالا میره میفته روی چهره نجسشون. نه هیچ به اصطلاح این یأس و ناامیدی رو میخوان به جامعه تلقین کنن به هیچ عنوان. سیاست های غلط افراد، نمیدونم سیاست های ویرانگر که به اصطلاح طاغوتیان، مجرمان، ظالمان، حماقت های برخی از مسلمان ها، اشتباهات برخی از گروه های اسلامی، نمیدونم فلان و فلان، همه اینها کسی کار میکنه اشتباه میکنه درست میکنه، کسی که اخلاص داشته باشه به هر حال تجربه میکنه، اشتباهاتی صورت میگیره خودش رو اصلاح میکنه. به هر حال ما 10 قرن بیش از 10 قرن ما زیر سلطه استعمارگران بودیم و کلا یک اسلامی که به خورد ما داده شده یک اسلام آمریکایی هست، با اسلام محمد رسول الله کلا دور هست. الان داریم ما برمیگردیم، در این برگشتن مثل یه بچه کوچیک که میخوایم راه رفتن یاد بگیریم، هی میافتیم بلند میشیم، میافتیم بلند میشیم، اشتباه میکنیم اما راه میافتیم. الان دیگه وقت اون هست که ما راه بیافتیم، این اشتباهات رو بزرگ نمایش نکنیم، جامعه رو مایوسش نکنیم، نمیدونم از حبه قبه‌ای نسازیم، از کاهکویی نسازیم و بیاییم و دست آستین همت بالا ببریم. بذار دیگران اشتباه بکنن یاد بگیرن، ما اشتباه بکنیم یاد بگیریم، اما راه میافتیم و هیچ وقت این احساس رو نداشته باشید که مثلا اسلام از بین میره، تضعیف میشه، فلان میره. بابا جان کدوم ظالم ستمگری میتونه اون کاری رو بکنه که شیطانها در ترکیه کردن؟ چیکار کردن؟ این همه ظلم و ستم کردن، آخرش چی شد؟ آخرش پوزهشون به خاک مالیده شد، الان توف روزگار شدن و مردم لعن و نفرینشون میکنن. اسلام برگشت. در تونس چیکارا که نکردن؟ در تونس شما نمیتونستید مسجد برید، در تونس باید میرفتی پیش حکومت ثبت نام میکردی، پول میدادی تا بتونی فقط وارد مسجد بشی. چی شد؟ این همه طاغوتیان از بین رفتن، اسلام برگشت. 70 سال ملت افغانستان زیر خاک توی چاه‌ها قرآن حفظ کردن و قرآن و هویت خودشون رو حفظ کردن. امروز شما میبینید که از شاید نسبت حافظان قرآن در تاجیکستان امروز از ملت تاجیک امروز با هیچ کشوری مثل تاجیکستان حافظای قرآن نداشته باشه با این نسبت کم جمعیتشون. همینطور کشورهای دیگه شما ببینید چند قرنه که صفویت با تمام قدرت اروپا که پشت سرش هست میخواد که چهره ایران رو نتونستند عوض کنن. هر جایی پای نجستون افتاد آتش و ویرانی آوردن. اما نهایتش چی میشه؟ نهایتش ببینید، من به شما قول میدم در 100 سال آینده چیزی به نام صفویت در کل جهان وجود نخواهد داشت، یک حکایت تاریخی خواهد شد. همچنین این نمیدونم سکولاریسم و لیبرالیسم و نمیدونم دموکرات طلب ها و فلان و فلان، اینا از چهره اینا یک موجی هست، مثل موج کمونیستی، مثل موج اشتراکیت، موج سوسیالیستی. همه اینها امواجی هستند، بیماری‌هایی هستند مثل کرونا، میزنن به جامعه بشری، بعد از مدتی گم میشه میره. اون چیزی که میمونه اون حق و حقیقت هست، اون اسلام هست. پس هرگز موجه های این چنینی شما رو نلرزونه و ناامید نکنه و کاری نکنه که دست از فعالیت از جهاد بردارید. نه، باید این راه رو ادامه بدیم و این قول پیامبر و این مژده پیامبر که ما در همه جهان حکومت خواهیم کرد و عزت و کرامت به رو به انسانیت برخواهیم آورد و جامعه بشری رو از طوق بردگی و ذلت و خواری این احمق‌ها و بی عقل‌های جاهل نجات خواهیم داد. ما این کار رو میکنیم و این مژده رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دریافت کردیم. پس در ساختن آینده سهم خودمون رو ایفا کنیم و نشه که به صدای ننگ این خرمگسان ما رو بلرزونه. ما اون بیدی نیستیم که با هر بادی بلرزیم. الله یارد.